بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اگر شما بزرگسال هستید یا بزرگسالی در خونه دارید، خوش به حال شما. اینی که خداوند بر انسان منت بگذاره و عمرش رو طولانی کنه یک نعمت بسیار بسیار بزرگی هست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که برای انس ابن مالک خادم و یکی از صحابه بسیار پرکار و خدمتگزار به اون حضرت صلی الله علیه و سلم براشون دعا کردن، فرمودن که اللهم اکثر ماله و ولده و اطل عمره و اغفر له. خدایا بار الها مالش رو بچه هاش رو و عمرش رو، بچه هاش رو زیاد، مالش رو زیاد و عمرش رو طولانی کن و از اون در بگذر. پس اینی که انسان بیاد و در اسلام و در با ایمان بزرگ بشه و عمر طولانی بکنه خیلی نعمت بزرگی هست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمودند خیارکم اطولکم اعمارا و احسنکم اعمالا. بهترین های شما اونهایی هستند که عمرشون طولانی تره و عملهاشون، کرداراشون به اصطلاح خوبتره. و در بعضی از روایات اومده که الخیر فی اکابرکم، خیر و خوبی یعنی اینی که بزرگ سالان برکتند و اینی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند فقط نیاز هست که انسان وقتی بزرگ سال میشه، عمری ازش میگذره، این عمرش در اسلام و با پایبندی به دستورات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و فرامین قرآن کریم باشه. اگر انسان عمر کرد، در حدیث آمده که اگر عمر کرد و به عمر 40 سالگی رسید و اون مسلمون پایبند بدین بود، خداوند از 3 بلا اون رو نجات میده. دیوونه نمیشه، جزام نمیگیره، پیسی و مرض بسیار برس نمیگیره. اگر 50 سالگی رسید، خداوند اگر در 50 سالگی وفات کرد، خداوند در حساب و کتابش باش نرم برخورد میکنه. اگر 60 ساله رسید، خداوند توفیق توبه، اون توبه ای که بسیار توبه نصوح باشه، بهش این توفیق رو میده. اگر به سن 70 سالگی رسید، خداوند دوستش خواهد داشت و فرشتگان آسمان دوستش خواهند داشت. و اگر به 80 سالگی رسید، خداوند از به سلام حسنات و خوبیهاش رو قبول میکنه و از زشتی ها و بدی هاش در میگذره. و اگر به 90 سالگی رسید، غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. خداوند هر گناهی رو که پیش از این کرده و بعدها میکنه و همه این گناهانش رو در میگذره و اون به عنوان اسیری از اسیران خداست که در روی زمین هست و خداوند در روز قیامت شفاعتش رو قبول میکنه. و هیچ انسانی در اسلام پیر نمیشه مگر خداوند بر این مبنا درجاتش رو در روز قیامت زیاد میکنه، گناهانش رو پاک میکنه و حسنات و نیکیهایش رو زیاد مینویسه. پس اگر در اسلام پیرمرد شدید، بزرگسال شدید، این فرصت رو غنیمت بشمارید و سعی کنید بیشتر و بیشتر خودتون رو پیش خداتون عزیز کنید و از این فرصت‌های الهی و از این مثلا فضایی که خداوند متعال برای ما ایجاد کرده از اون بهترین استفاده رو و به بهترین صورت به اصطلاح استفاده ببریم و خدا رو شکر کنیم که خداوند در زندگی ما برکت داد. اگر شما جوان هستید و میخواهید این برکت نصیب شما بشه، یادتون نره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند من احب ان یبسط له فی رزقه، هر که میخواد که خداوند روزیش رو زیاد کنه و ینسع له فی اثره و اینی که عمرش رو طولانی کنه، فلیصل رحمه، صله رحم بجا بیاره.